سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به چنل سر رازان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم یک روش تانل که خیلی ها پرسیده بودن که چطوری ما یک سرور ایران داشته باشیم و چند تا سرور خارج بهمون متصل کنیم. امروز اومدیم یه دونه آموزش خیلی جذاب در این موضوع که بهتون گفتم رو بهتون آموزش بدیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش خیلی خوشحال میشیم که چنلمون رو سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هم بذارین توی ویدیوهایی که منتشر کردیم. هر سوالی هم که داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین، به تک تکشون جواب میدم. خب اون اسکریپتی که میخوایم اجرا کنیم اینجا هستش و بهتون الان آموزش میدم. حالا من خودم رفتم چند تا سرور خارج و یه دونه سرور ایران تهیه کردم. ما میخوایم اینجا دو تا سرور خارج رو به یک سرور ایران متصل کنیم و ببینیم که چطوری باید اجرا کنیم. خب قبل از این که بریم انجام بدیم، ما باید بریم توی سرورهای خارجمون که دسترسی داریم بهشون، بریم پنل XUR رو نصب کنیم روی این. برای اینکه بعضیا از ویز استفاده میکنن راحت تر بره، من همینجا این پنل هایی که اینجا پشتیبان شده رو اینا رو من اینجا اضافه میکنم. من خودم تو صنایع انتخاب میکنم، خیلی پنلش خوبه، همین رو ما اینجا استفاده میکنیم. من این کد رو کپی میکنم و اینجا براتون قرار میدم. خب الان میریم وارد سرور خارج اول بشیم. خب من اینجا این رو میزنم. خب من مجدد وارد میشم. این باری نتمون یه مقدار ضعیفه، میبینیم وصل نمیشه. خب من وارد سرور اول شدم و این رو شما این قسمت رو میتونین توی دور تند نگاه کنین یا میتونین بزنین بره جلو، چون میخوایم اینجا نصبا رو انجام بدیم. خب یس رو میزنیم و یک رو میزنیم تا یادمون نره. پورت 2053 رو اینجا برای پنلم انتخاب میکنم. خب بقیه‌شو نیاز نیست، میزنیم میره جلو. خب این برای یک سرور اولیمون بود. خب میایم بیرون و سرور دوم رو اوکی میکنیم. خب وارد سرور دوم شدیم، کد رو کپی کردیم و کلیک راست میکنیم تا اجرا بکنه. بعد اینجا هم همینطور میایم پورتا رو همونطوری یوزر پس رو همون 1 و 1 میذاریم و اینجا ما یک تغییری رو انجام میدیم. من اینجا ببینیم 2053 رو گذاشتم، اینا رو توضیح میدم بهتون. اینجا من میام قسمت اینجا 2081 برای این سرور خارج دوممون قرار میدم. اینجا هم که الان اومد بالا، من 1 رو میزنم، دوباره 1 رو میزنم و پورتی که میدم 2081 میدم که با اون یکی متفاوت باشه. خب وارد میشیم و اینجا تمام میشه. خب وقتی که سرور خارج رو کلا 1 و 2 رو انجام دادیم و پنل رو نصب کردیم، میایم این قسمت سرور ایران و وارد سرور ایران میشیم و این رمزا رو میزنیم ما و وارد سرور میشیم. خب وقتی که وارد شدیم میریم داخل سایت. خب میریم داخل سایت، این اسکریپتی که اینجا هستش اینو کپی میکنیم، این کد رو، و کلیک راست میزنیم و اینتر رو میزنیم تا بره این کار رو انجام بده و نصبش کنه. خب این اسکریپت هم که نصب شد، الان میریم که ورود پیدا کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. خب الان این قسمت رو کپی میکنیم و میایم توی این قسمت کلیک راست میزنیم و اینتر میزنیم که ببینیم برامون اجرا میکنه یا نه. خب برامون این قسمت رو میاره، یس رو اینتر میزنیم و دوباره اینتر رو میزنیم. خب من جایی که لازم نباشه اونا رو پاز میکنم که وقت ویدیو زیاد گرفته نشه.
خب برامون اینجا منو میاد، ما با قسمت 1 2 و 3 کار داریم. تو قسمت اول ما میخواییم فوروارد پورت کنیم که اینجا میتونیم هر چقدر که مثلا میخواییم سرور خارج رو به ایران وصل کنیم. خب ما سرور خارجمون اینجا این پورت هایی که اینجا نوشتیم هستش. ما میخواییم این سرور خارج رو به این سرور ایرانی که اینجا وارد کردیم و وارد کنیم اینجا. خب قسمت 1 رو ما میزنیم، اینتر رو میزنیم، میگه آی پی رو برامون وارد کن. آی پی خارج 1 رو میزنیم، کلیک راست میزنیم، اینتر میزنیم، میگه کدوم پورت ها رو میخوای استفاده یا پورت ها رو میخوای. ما اینجا 2 تا پورت میخوایم، یه دونه پورت پنل هستش و یه دونه پورتی هستش که داخل این باندی که میخوایم داخل XUI درست کنیم رو اینجا وارد میکنیم. کلیک راست میکنیم و اینتر رو میزنیم. میگه که از چه پروتکلی میخوای استفاده کنیم. ما از همون TCP استفاده میکنیم، TCP رو وارد میکنیم و اینتر رو میزنیم. همین راحتی کارمون رو انجام داد. خب برای اینکه بدونیم تانل برقرار شده، ما میایم سرور همین آی پی ایران رو کپی میکنیم و توی مرورگر ما با اون پورتی که XUR رو نصب کردیم که 2053 بود وارد میشیم، ببینیم که وارد میشه یا نه. میبینیم که تانل برقرار شده و وارد پنل XUI مون شد. خب منتظر میشیم یه مقدار اینترنت صحیح هست بیاره. خب آورد. 1 رو میزنیم، رمز رو و پسورد 1 بود، اینتر رو میزنیم و وارد XUI میشیم. خب میایم اینجا یه دونه این باند درست میکنیم، فرقی نمیکنه چی باشه، اسمشو میذاریم همون خارج 1 و اینجا VLS میزنیم و اینجا پورتی که گفتیم همون 2096 رو بهش داده بودیم و اینجا وارد میکنیم و یه دونه کریت میزنیم. خب میایم اینجا و این کد رو کپی میکنیم، ببینیم که توی ویتوری برامون کار میکنه یا نه. اینجا میایم یه دونه کنترل میزنیم و میبینیم که پینگ میده و برامون متصل شد. خب میریم حالا ببینیم که اون یکی سرورمون وصل میشه یا نه. خب تو همون سرور ایران ما دوباره میایم همین کدی که اینجا وارد کردیم رو وارد میکنیم. من این کد رو هم اینجا کپی میکنم و توی تکس ها اینجا قرار میدم براتون. خب ما دوباره همین رو کلیک راست میکنیم و اینتر میزنیم. قسمت 1 رو وارد میکنیم و اینتر رو میزنیم. آی پی رو میخواد، آی پی خارج دوم رو بهش میدیم، کپی میکنیم و کلیک راست میکنیم و اینتر میکنیم. پورت ها رو میخواد و اینجا به خاطر اینکه با این تفکیک بشه 97 میذارم. خب 2081 مال پنلمونه و میخوایم اینجا این باند درست کنیم و 2097. خب اینجا کلیک راست میکنیم و اینتر میکنیم، بازم TCP رو میزنیم و به همین راحتی اوکی شد. خب ما دوباره همون سرور ایران رو میاریم اینجا و این بار با پورتی که با خارج دوم زده بودیم 2081 بود و میزنیم. میبینیم که دوباره تانلمون برقرار هست و 1 رو میزنیم به 1 و وارد میشیم. خب ما دوباره میایم اینجا یه این باند درست میکنیم، میزنیم اینجا خارج 2 میزنیم. خب اینجا چند رو زده بودیم؟ 2097 رو زده بودیم و کریت میکنیم. خب الان همین رو هم اینجا میایم کپی میکنیم و توی ویتوری ببینیم که بالا میاره یا نه. دوباره اینجا میایم و کنترل پی رو میزنیم و میبینیم دوباره پینگ برامون میده. به همین راحتی ما تونستیم با یک اسکریپت ساده و همین راحت در این حال راحت ما اینجا 2 تا سرور خارج رو به سرور ایران متصل کنیم. خب آموزش اینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحال میشم که حتما چنلمون رو سابسکرایب کنین، حمایت کنین، به دوستاتون بفرستین. آموزش‌های جذابی رو قراره ضبط کنیم. هر آموزشی هم که دوست داشتین توی تلگرام یا توی کامنت ها برام بذارین. در حد توانم حتما براتون ضبط میکنم و ویدیوشو براتون توی یوتیوب قرار میدم. خیلی خوشحال شدم که تونستم براتون یک آموزش جدیدی رو ضبط کنم. امیدوارم که همیشه حالتون عالی باشه. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.